دیگه نمیزاد مادرای ما. دنیا به خودش نمیبینه مادرای ما. مادر من هیچ وقت یک کرم به دستش نزد، هیچ وقت ندونست دستش آشپزخونه چیه، مورنگ کردن کدومه، نمیدونم لباس مهمونی با لباس تو خونه چه تفاوتی داره. من وقتی به این فکر میکنم که توی سرمای زمستون توی تشت با آب سرد چنگ به لباسهای ما میزد، چون اگر که اون موقع صبح نون پختن و لباس شستن اتفاق نمی‌افتاد، آفتاب حیات از دست می‌دادیم. از خواب بیدار شدم میگم مادرم الان که تازه آفتاب زده آرد آورده، خمیر رو درست کرده و یه نون اینقدر و دستش پر جاهای سوخته‌ای که این چوب سوخته تنور خورده بهش. این همه زحمت